گلی بابونه چه رمز دارد؟ بابونه رمز کودکی، صمیمیت و محبت اول دانسته می شود. با زبان گلها تحفه در شکل یک گلدسته بابونه از نیت‌های نیک، پاکی و بیگناهی سخن میگوید. بابونه اینچنین رمز عائله و وفاداری می باشد. از جهت بیولوژی بابونه به شعبه رستنی‌های پوشیده تخمان، به صنف رستنی‌های دوپله، ترتیب گلداران، به عائله مرکب‌گلان داخل می شود. در بابونه عادتاً کاسه‌برگ درست انکشاف نیافته است یا اینکه به مویک‌های مخصوص معده جدا می شود.